چند روز باز می‌بینیم که باز هم در شبکه‌های اجتماعی باز و فتنه انگیزی‌ها باز و سخن‌های بر دروغ چندین مثل ستار پیر محمدزاده برآمد کرده میگویند که گویم مرا جریمه کردند و یگان کس در فکر من نیست، فکر عائله مرا نمیکند. من چنین گفتنی دارم به ستار پیر محمدزاده. ستار میگوید که با پول حلال پدرم تربیت یافتم، من جوانمردی میباشم که با نان حلال و فرزندانم نان و نمک میبرم و میخورانم و عائله خود را میپوشانم. اگر که تو جوانی درستکار میبودی و مردی حقیقی میبودید، شما اول میرفتید تو پتنت میگرفتید برای تاکسی زنی. تو اگر که میخواستی که با نان حلال عائله خود را خورانی و پوشانی، تو اول رفته پتنت میگرفتی و در این مبلغی که جریمه نسپاریده پتنت را گرفته میرفت مسافر کشانی کار خود را دوام میدادی با مهنت حلال. اگر که انسان همه قانون شکنی را کردن گیرد، چی با او وای برای یک برآمد کردنش از وی از گناهش مگر میگذرند؟ اگر که خواهی که آزاد باشی اول غلام قانون باش. آدم انسان اول مهنت حلال میکند، برای فرزندانش نان و نمک حلال را میبرد که فرزندان پاک شوند. تو خودت گفتی که پدرم 9 فرزند را با نان نمک حلال با یک نوک قلم خورانده پوشانده است. نخواد که تو یک مرد تزوک صحت سلامت نتوانی که چند فرزند خود را خورانی و پوشانی. باز میگویی که من ژورنالیست هستم و ژورنالیستیک خواندگی هستم، ماجستراتور را ختم کردم. تو خود گفتی که من روزنامه‌نگارم. اگر که تو روزنامه‌نگار اصیل میبودی، یعنی که درس را پررم میخواندی و به تو آموزگاران درس را، من باوری دارم که آموزگاران بهترین درس ها رو میگذارند. تو اگر در همون درس ها اشتراک میکردی، باوری دارم که تو اتیکه روزنامه‌نگاری را نگاه می‌داشتی و با چنین سخن‌ها که در آن الفاظ قبیح جای داشت تو این خیلی برآمد نمی‌کردی، چون که این شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های عموم میباشند ما را در دیگر